بچه‌ها خوش اومدیم به ولاگ من. الان پاد 4 اسرار داریم، ولی مال اسرار نیست، ولاگ اسلحه ها و اتاق من و اسلحه ها رو الان من چیدم و میخوام ولاگ اتاقم ببینم و اسلحه ها ببینم. اول لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بمالید، زنگوله ای بابا کامل سنتی و با من ادامه داشته باشید. وقتی میاد در تو اتاق من، اینجا پریز برقو داریم، اینجا در اتاقم که بستم، اینجا لباسامه، اینجا یه تخته چوبی عکسی که مال چی بوده، پابجی. خب این ورش هم لباس، اینجاش هم خورده ریزا مثل بازی هم و ایناها و این هم بخاریمه. داغه بچه. این هم از تخت قشنگم. لا 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 لا. اینجا میز آینمه، وازلین واسه چی اینجاست، کشم، خورده ریزام، لوازمام و این به اسلحه هایی که قبل بچگی داشتم الکی. اینجا هم که مال کتابم. یکی از اسلحه هم اون بالاه. این ورم یه تابلویه که خودم نکشیدم. من خودم معنیش نمیتونم همینجا کشیدم، ولی بابام گفت انگار یه شهره، بالا گرفتی و این خیابونه اینا خونه، ولی من نمیدونستم. اگه شما هم فکر میکنم این هم اصلا چوبی هست که 120 خریدم. what the fuck. یه دقیقه نیافتارم از تعریف نماز کن. این من میرسیم از انیمه هام و اکسپلورام. لیوانای قشنگ هم که خیلی دوست دارم، از تهران خریدم. لیوان جوکر، پابجی، یه دختر کیونچه‌ای، فردوسی، شم، از اینا مال فردوسی، اینا شم، دستبند طلا نیست، نقره، جاودی، جا کلیدی، فیگورام، فانکو پاپم، گردنبندام، کمه، دستبندام مال اسلحه هام، دفترچه، رادیو که مال خیلی قدیم پیشا بوده، اینا وا میشه، این چیه نمیدونم. از اینا یه فضانورد، یه عینک خفن خیلی که قیمتش 5 میلیونه، چاپستیکام و اصل کار انیمه های قشنگی که همیشه میبینم. اصلا بیشتر اینو دوست دارم با این و بالایش و اینه که اصلا بیشتر اینو دوست دارم. خیلی خفنه. اینم از انیمه ها. این دفعه طرف دیگه اینا میشه میز تحریرم، میشیدم درس ها میخونم، کشو کلاهام، اینجا نمیشه جورابا، یه لوازم های دیگه. این پشتم تیرامه و همسایه های کوچولو. بریم اصل کاری که خیلی دوست دارم. من اینجا بشستم و اینجا قشنگ ترین دکور. اینجا شروع میشه لگو ها، از اینجا تا اینجا لگوست، بقیه ماشین، این آدمک و این تابلوی قشنگ خودم کشیدم. این طبقه بالا از اسلحه هام. این اسلحه همونی که قیمتش 4 میلیونه 200. بقیه لوازم های الکی، این قاب صورتم، یوزیم، اسکارلم و یوزی دیگه و اینها و تابلوم. اینم بچگیامه خودم، حالا بچگیامه. اینجا جعبه هاست، اینجا جعبه اسلحه هامه، اینجا یک کره است، اینجا میخوابم.
اینجا خورده ریزایی که ولاگاشو الان من نشون نمیدم. اینم یه اسلحه که خراب شده ولی هنوز هست. ولاگ بعدی مال روبیکو ففرن فجر. مثل که همه من بودیم ولاگ اتاقمون دیدین. خدا حافظ. الان خدافظی ولی یه چیزی نمیخوام تو کامنت ها بینون من فوش بدین بیادبی کن بگین تو الان من فوتبال بازی کنم. من الان دوست داشتم یوتیوبر باشم و خواستم ولاگ اتاقمو به مردم عزیز شماها نشون بدم و اسلحه‌ام و ولاگای بعدی من هست. خدافظ.